دو مبارز، دو قهرمان نگاه میندازن به هم دیگه. هنوز وارد تشک نشده. اینجا مثل که شگردش اینه که خودشو بزن. بله بازی شروع میشه. اینجا بازی شروع میشه و فشار زیادی رو روی سر گردن حریف وارد میکنن. ساب میشن سنگین. اینجا دیگه یک لحظه پشتش رو به خاک میماله. ضربات سنگین. اینجا دیگه واقعا کار تمومه. داور باید یک نظری رو اینجا اعلام کنه. امتیاز باید بده. بله یک بار دیگه فشار سنگین تر. یه ساب میشن سنگین روی یک سر گردن حریف. اینجاست که دیگه داور بله اینجا 5 امتیاز داده میشه. اینجا بخواد عصبی میشه داور بازی کنه حریف. یک بار دیگه انرژی براش نمونده. یه 2 میل دست میزنه. سر دستی میکشه. اینجا منتظره تا ببینم. بله اینجا دیگه تلاش آخرشو میکنه که دیگه بازیکن زمین رو ترک میکنه. اینجا زمین رو ترک میکنه. باید منتظر بمونیم آیا اینجا دیگه خودشو به زمین زده. ظاهرا باید پزشک معالج به زمین بیاد. یک بار دیگه صحنه رو دوست داشتم ببینم. اینجا دیگه به داور نگاه میکنه و اعتراض داره به رأی و نظر داور و اینجا دیگه خودش رو زمین میزنه. انقدر دیگه اعتراضش واضحه که بله گریه های این بازیکن میبینین. جا داره که اینجا ما تشکر کنیم از همه دستاندرکاران و خدا قوت بگیم به این دو پهلوان. ایول جوانمرد